مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز. ماجرای حمله ایران به اسرائیل در حال حاضر در صدر اخبار قرار گرفته و همه مردم نگران این هستند که آیا اسرائیل به ایران حمله نظامی میکنه یا نه. امروز پنجشنبه 12 مهر سال 1403 هستش، ساعت به وقت تهران 1 بعد از ظهر هستش. بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم و قصد دارم که اخباری که در طول چند ساعت گذشته منتشر شد، تهدیداتی که دو تا کشور دارن علیه همدیگه انجام میدن، از اون طرف البته اسرائیل به همراه حامیان خودش داره پیام‌هایی رو به ایران میده که به زودی شاید چند ساعت دیگه و شاید هم در چند روز دیگه حمله نظامی و مستقیم خودش رو به تأسیسات مهم و حیاتی ایران وارد بکنه. از اون طرف ایران هم گفته که اگر اسرائیل باز هم بخواد حمله بکنه ما هم حمله موشکی خودمون رو انجام میدیم. مردم هم نگران هستن که بالاخره وضعیتشون چی میشه با یک حمله، با یک خبر. تنها کاری که از دستشون برمیاد این هستش که برن بنزین بزنن، جوک و طنز درست بکنن. عده دیگه‌شون هم شرایط رو میبینن و میخندن. اونهایی که جنگ رو ندیدن علاقه دارن که جنگ رو تجربه بکنن. اگر بدونید که شرایط جنگی چقدر شرایط سخت و پیچیده، یه عده بیگناه جون خودشون رو از دست میدن، اونقدر اشتیاق و ذوق برای دیدن جنگ ندارید. البته باید حق داد به عده‌ای از مردم اون شرایط اسفبار و تلخ و بیپولی و مشکلات کار و هزار چیزهای دیگه باعث میشه که میگن آقا جنگ بشه، این آخوندها برن، شاید یه آدم درستی بیاد که ما وضعیتمون بهتر بشه. اما در طول تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم معمولا اگه کسی میره کسی بهتری نمیاد. البته ما تاریخی که داریم بررسی میکنیم تاریخ اون جمهوری اسلامی، یعنی 58 به این ور هر کی عوض شد، هر کی رئیس جمهور شد شاید بهتر نشد. شاید اگر این حکومت و سیستم و تفکر و ایدئولوژی بره و ایدئولوژی دیگه بیاد شاید شرایط جامعه بهتر بشه. از اون طرف بنیامین نتانیاهو با توجه به اینکه ما سال جدید یهود رو داشتیم اومد و یک توییت معناداری رو منتشر کرد. اگر به این توییت دقت بکنید، توییتی که ساعتی پیش منتشر شده به زبان عبری نوشته که سال جدید رو به هموطنانش تبریک گفته و گفته که حالا من خودم زدم تو گوگل ترنسلیت، زبان عبری بلد نیستم، تو رخ کار میام اینجوری نگاه میکنم انگار من مسلط ببینم. نه بابا تو گوگل ترنسلیت زدم سال جدید رو تبریک میگم، امیدوارم سال خوب و آزادی باشه. اما نکته‌ای که وجود داره، ببینید این عکسی که منتشر کرده عکس مجلسی نیست، نمیخوام درش خواستگاری ها، اینا سیاسی هن دیگه، یعنی هر کاری که میکنن یه معنایی داره، یه مفهومی داره و این بنی هم احتمالاً یک پیامی میخواسته برسونه. پشتش جنگنده F-35 و جنگنده های کلاس F کلا جنگنده های پشم ریزونی هن. ما تو ایران F-14 از زمان جنگ قبل از انقلاب شاه خدا بیامرز خرید، فکر کنم 100 تایش هم باقی موند امریکا نداد. ما F-14 داریم بهش مینازیم. ببینید F-35 شون چقدر پشم ریزونه، هواپیمای رادارگریزی که میتونن تا خشتک تهران نفوذ بکنن، بمبارون میکنن، برن رادارم نگیرتشون. یعنی اونا رو با کفتر کل پسر و اینا احتمالاً قاطی بکنن نتونن رادار رو بگیرن. یکی از پشم ریزون ترین جنگنده های دنیاست، هر جا رو دلش بخواد میزنه میره. اما 24 ساعت پیش دیدیم دیگه اسرائیل گفت آقا من اینجوری نمیشینم، جواب میدم، کرکوپر پشمتونم میریزونم، این صحبت‌ها رو با ما هم نکنید. اما از اون طرف این جمعه آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران میخواد سخنرانی بکنه. با این رفتارش یه تیر دو نشون زد. قراره که اصطلاحاً به مردم دنیا بگه که آقا ما ترسی از کسی نداریم. اگه حسن نصرالله رو شما توی لبنان زدید، من تو تهران کف تهران میام سخنرانی میکنم و به نوعی قدرت خودش رو میخواد به جهان نشون بده. عموما کسی این کارو نمیکنه. چرا ترامپو داشتیم همین چند وقت پیش که این کارو کرد. و از اون طرف هم احتمالاً خط نشون بخواد بکشه برای اسرائیلیا و با ادبیات خشم میخواد بگه که ما جواب محکمی میدیم، بزنید میخورید و این توبه میره اون توبه میرسه.
اما این بنیامین نتانیاهو که این عکس رو گذاشته گفته که البته رسانه‌های اسرائیلی کانال 13 عبری و چند تا از رسانه‌های دیگه شون اعلام کردن که قراره که با F35 حمله بکنه. دیروز بیروت رو زدن. حالا یه عده این وسط میگن آقا به بیروت چه ربطی داره؟ ایران اسرائیل رو زده، چه بیروت؟ به خاطر اینکه اسرائیل احتمال میداده که یکی از مقرهای فرماندهی کنترل پهپادها و دپو موشکای ایران توی بیروت باشه. به خاطر همین اومد اون مقر رو زد که اون وسط مسطا همه ابزارهای دفاعی ایران رو بزنه، حالا تا بخواد دوباره شکل بگیره، تا بخواد دوباره ایران اونجا یه مقر بزنه کلی طول میکشه. اول داره صاف میکنه هر جایی که بهش مشکوکه، هر جایی که مخبراش و کسایی که نفوذیان اونجا بهش آمار دادن داره همه رو میزنه، صاف و صوف کنه، ببره جلو. سال جدید عبری هم هست و ملت هم پای دعا. میدونید که یهودی‌ها خیلی آدم‌های مذهبی هستند، برخلاف اون حالا یه سری از این مسلمانایی که ظاهر مسلمان، یعنی اونی که واقعا یهود باشه آدم مذهبی، قشنگ کلیساشون رو میرن، بعضیاشون حالا یه عده‌شون دعا میکنن، خیلی اصلا اعتقادات عجیب و غریب و خاص خودشونو دارن و گفته که حالا این سر سفره دعا غذاشون دعا میکنن و یه دعایی دارن بذار جنگ نکنیم. و حالا ما توی رسانه‌مون هم میگیم که آقا تا ساعات آینده، تا روزهای آینده احتمالاً این حمله اتفاق بیفته، اما معمولاً کسی نمیاد از قبل اعلام بکنه آقا من میخوام بزنم، مخصوصا کسی که میخواد لت و پار بکنه. البته تو رسانه‌هاشون گفته بودن که ما تأسیسات هسته‌ای رو میزنیم، اگر این اتفاق بیفته فوردو و نتنز تمام تأسیسات هسته‌ای رو با هم میزنه، یعنی به یه جا رحم نمیکنه اسرائیل. چیزی که حالا تحلیلگران دارن راجبش صحبت میکنن همینه که یه جا خواهد زد تأسیسات هسته‌ای رو. و خبر دیگه ای اومده بود بیرون که احتمالاً صدا و سیمای ایران و مرکزهای مخابراتی ایران رو هم بزنه. حالا معمولاً اگه این کار رو بخواد بکنه یه جنگ تمام عیاره، چون شما وقتی رسانه یک سیستم رو بزنی یعنی زبان اون سیستم رو زدی. بنابراین سیستم پدافندی ایران هم گفته آقا ما الان توی آماده باشترین حالت ممکن هستیم برای این اتفاق، هر جا میخواد بزنید بکوبید ببرید بزنید. البته ایرانی ها و خصوصا مقام های نظامی ایران دیگه به جهان ثابت کردن که موشکاشون موشکای صلح‌آمیزیه. 400 تا موشک زدن، یه دونه به جای که اسرائیلی بمیره فلسطینی مرد. البته این نکته رو هم نباید ازش غافل بشیم، از تلفات اسرائیلیا خبری بیرون نمیاد، به خاطر اینکه اونها سانسور شدید خبری دارن و به حال رسانه‌های بزرگ دنیا هم دست یهودی هست و اونها عملا از تلفات خودشون خبری رو منتشر نمی‌کنن. قبلا هم گفته بودم توی ویدیو. اما خب این موشکایی که زده بودن پوکش خورده بود تو سر یه دونه از این اسرائیلیا فلسطینیا و مرده بود. یعنی یه سیستم عجیب و غریب دیگه. 400 تا موشک بزنی اصلا خراش، من اینجا یه خراش اومده تو سرم، حالا موشک زدید اتفاقی نمیفته. میخوام دنیا ثابت بکنن که. ولی خب دیشب یا بگم دیروز عصر به تایم ایران نشست فوق‌العاده سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل هم برگزار شد. اعضای ثابتش دور هم دیگه جمع شده بودن، همه حمله موشکی ایران رو اصطلاحاً محکوم کردن و گفته بودن که باید یه تصمیم جدی گرفته بشه و گفته بودن که این تازه اول ماجراست. ایران اگر سلاح هسته‌ای بگیره چپ و راست به جای مختلف حمله میکنه. از اون طرف سران امنیتی ایران هم، حالا سران نظامی ایران هم گفتن که آقا ما پاسخ دفاعی دادیم، یعنی اونا اومدن تو خاک ما یه حمله انجام دادن، حسن نصرالله رو زدن، اسماعیل هنیه رو زدن، چند تا از سردارای ما رو زدن، ما هم در مقابل دفاع از خودمون این کار رو انجام دادیم. اما این خشم مقام‌های اسرائیلی که گفته بودن که این شدت بمباران اتفاق افتاده باعث میشه که اونا آروم نشینن، تأسیسات مهم بزنن. کل پروازها از پریشب لغو شده، پروازهایی که حالا تو خاورمیانه هستش، پروازهایی که معمولا به سمت ایران هستش. بسیاری از مسافرها سرگردون شدن. جالبه که مثلا توی قطر و حالا شهرهای مختلف، توی دبی، مسافرها که رفته بودن اونجا پاسپورت ایرانی که نداشتن بهشون هتل ندادن. یکی دو تا از این رفیقای خودم که رفته بودن پاسپورت کسایی که حالا پاسپورت اروپایی داشتن، پاسپورت کشورهای مختلفو داشتن،
قطر، امارات و بقیه کشورها اومده بودن و هتل در اختیارشون گذاشته بودن، ولی طرف چون پاسپورت ایرانی گفت یعنی میخوام بگم که این شأن و جایگاه و منزلت پاسپورت ایرانی نیست. آقایونی که خودتون رو میکنید دیپلمات، آقایونی که خودتون رو سفیر میدونید، وقتی یه کسی با پاسپورت ایرانی میره چرا باید همچین بدرفتاری بهش بشه؟ چرا باید همچین بی احترامی بهش بشه که آقا پروازا که لغو شده شما بهش هتل ندید؟ اولا شما که به یه ورتون نیست، به خاطر اینکه اینها آدمای منفعت طلبی هستن و فقط به فکر منافع خودشونن. خودشون که پاسپورت کشورهای مختلفو دارن، ازن دیپلماتی میرن، راننده دارن، خدنگ دارن، میاد میبرتشون، مثل مسافر عادی که نمیان برن تو پروازا، برن تو پاویون و نمیدونم توی CIP و جای مختلفن. خیلی هم شیک و مجلسی، یعنی به عنوان لباس مبدل بپوشید، با پاسپورت ایرانی بلند شید برید توی کشوری، ببین چجوری باهاتون برخورد میشه. با بهترین ماشین ها، با خفن ترین ماشین ها، با بروزترین ماشین ها. هم توی ایران جالبه واردات ماشین ممنوعه، خفن ترین ماشین ها مال خودشونو به عنوان ماشین های دولتی ازش استفاده میکنن، با پلاک قرمز تو خطوط ویژه هم میرن، ترافیک هم اس نمیکنن. از اون طرف تو جای مختلف، حالا اینا بحث‌های حاشیه‌ای، میخوام شما بگم که این نوع رفتارا رو دارن و این نوع صحبت‌ها رو دارن انجام میدن. ولی خب ما وقتی که بررسی میکنیم خبر رسانه‌های مختلف رو، تا میتون حالا لایو هم نشون بدم، پاسخ اسرائیل حتمی خواهد بود. حالا یه عده میگن آقا چرا جو میدی و نمیدونم چرا داری، نه آقا من از جیب خودم در نمیارم که بخوام این صحبت ها رو بکنم. این به حال واکنشی هستش که اسرائیل خواهد داشت و وقتی که ما تجربه رفتاری اسرائیل رو میبینیم با کشورهای مختلف متوجه میشیم که این اتفاق هست. آمریکایی‌ها و بریتانیا هم اصلا کلا گردن نگرفتن این قضیه، گفتن که آقا ما حمایت نمی‌کنیم از اسرائیل اگر بخواد به ایران حمله بکنه. اینم دولت بایدن که اصلا کی کجا من این نشون میده که آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها آدمای سیاستمداری هستن. با اینکه ایرانی‌ها بهشون، ایرانی‌ها نه، بسیجی‌ها بهشون میگن مرگ بر امریکا، اما اونا نمیرن تو بازی اسرائیلیا، به خاطر اینکه اینا همش سیاسته. همیشه بهتون گفتم سیاست چقدر کثیفه، نمونه بارزش همینه دیگه. شما نمیدونین کی کجا با کی بسته. از اون طرف وجود آخوندها، وجود جمهوری اسلامی و وجود این تحریم ها برای تمام کشورهای منطقه و جهان سوده. شما فکر نکنید که همه این کشورها، تا حتی اونایی که تو سازمان ملل رفتن سخنرانی کردن و گفتن آقا ما این قضیه رو محکوم میکنیم، نمیدونم ایران باید نابود بشه، آخوندا باید برن، اینا فقط پلیتیک و سیاسته. به خاطر اینکه اگر ایران آزاد بشه، طبیعت بکری که ایران داره، ساحلی که در شمال و جنوب ایران هستش، ستیج ساحل ترکیه و ساحل دبی و جای مختلف رو میزنه. پس مسافرها اگر انقلاب بشه، آزادی بشه، راحت باشن، مشروب بخورن، تو ایران کازینو باشه، عشق و حال برا باشه، طرف جن که بره کف دبی، بره کف سواحل آنتالیا، میاد تو ایران، تو طبیعت ایران، با اون غذای خوشمزه‌ای که وجود داره، با اون فرهنگ مردم، با اون خوشمشرب بودن مردم. این است. اگه ایران آزاد بشه اصلا بازار جهانی نفت رو تسخیر میکنه، طلا رو تسخیر میکنه. ما معادن نفت و طلایی که تو ایران داریم، معادن زغال سنگی که تو ایران داریم، ستیج عربستان و عراق و جای مختلفی که اولین روسیه و جای مختلفی که کشورهای صادر کننده نفت و گاز و بنزین و سایر مشتقاتش هستن رو میزنیم. پس اونا هم میرن کنار. ما میشیم هاب منطقه تو قضیه پروازها دیگه. فرودگاه ترکیه هاب نمیشه، فرودگاه دبی هاب منطقه نمیشه، همه بیان اونجا بشینن دوباره اونجا بلندشن برن. از غرب این دنیا بخوام برن شرق دنیا، میرن تو دبی، میرن تو ترکیه، بعد دوباره بلند میشن میرن. ایران میشه هاب منطقه به خاطر گستردگیش، به خاطر تعداد فرودگاهاش، به خاطر حتی فضای آب و هوایی تو ایران، با توجه به اینکه حالا شرایط کوهستانی که توی ترکیه وجود داره، تو بعضی از مناطقش شرایط آب و هوایی که توی قطر و امارات وجود داره، ایران بهترین شرایط آب و هوایی رو حتی برای
توریست ها داره. از اون طرف ما غرب و شرق رو میبینیم دیگه، یعنی ما افغانستان و پاکستان، اونا دیگه یکم، افغانستان هم البته دریای از ثروت دیگه، ولی خب متاسفانه نمیذارم به کسی برسه، چون معادن طلای افغانستان داره. مثلا نگم انگوری که افغانستان دست هیچ جا نداره، یا یه سری از میوه‌هایی که اونجا داره. یعنی میخوام به شما بگم که اگر تو ایران انقلابی صورت بگیره یا اگر این سیستم آخوندی بره، بقیه کشورها میزنن تو سر خودشون و ایران آزاد بشه. ما داشتیم دیگه، شما حساب بکنید 50 سال پیش شاه خدا بیامرز اومد بنز جی کلاسر سفارش داد به بنز، گاری میروندن به سری از این کشورها بنز جی کلاس. ما چقدر رفتیم عقب تو دنیا. صنعت هسته‌ای ما از زمان چه زمانی بوده؟ اصلا یه سری از این کشورها نمی‌نویسن هسته‌ای، به کدوم هی می‌نویسن، اون زبانشون خارجی ها این. ولی خب آخوندام اینو میدونن، یعنی میدونن که بقیه کشورها اگه میان سخنرانی میکنن در پشت پرده میگن آقا اینا دارن میخورن میبرن، به اندازه خودشون میخورن میبرن، میگن آقا بس دیگه، ما هم دور اطراف اینا هستیم. بگن بعد چرا شرایط جامعه ایرانی طوری بشه؟ این همه مردم بیکار، این همه مردم برن تو اسنپ کار بکنن. آقا ما لحاظ مذهبی به اندازه عربستانی‌ها که به خدا نزدیک نیستیم. اونو دیگه خدا تو کشور کف اونجا هستن. لحاظ شرایط آب و هوایی هم که از عربستانی‌ها سطحی جلوتریم. لحاظ نفت و گاز و بنزین و سایر ثروت‌ها، خاویار و زعفرون و چیزهای مختلف هم که هزاریش از عربستان و بقیه کشورها پیشرفته تریم. شما بیاد الان عربستان رو ببینید، ایران هم ببینید. امکانات ورزشی عربستان رو ببینید، بهترین فوتبالیستای دنیا رو میاره تو کشورش که اصلا تبلیغ کشورش رو بکنه، اصلا براش فوتبال تو جایگاه دوم قرار داره. اصلا بازیکنان رو آورده تو عربستان که دوستی سری از آدم‌ها اسم عربستان رو بشنون. میزبانی جام جهانی گرفته. آقا من اونا به خدا نزدیک‌ترن یا ما به خدا نزدیک‌تریم؟ حالا تو ایران ول کن، چپ و راست حوزه علمیه میزنن. چپ و راست کارخونه تولید سنباد و تولید آخوند داریم. بعد میبینی فیلم لواط و گی و تو مسجد یارو داره با دختر لاس میزنه. من نمیدونم مسجد خونه به قول شما خدا عبادت یا لاس زدن با دختر مردمه. تصاویرش هم اومده بود بیرون که دیدید، یا فیلم لواطتون اومد بیرون که همه دیدن. من به شما بگم که این شرایطی که وجود داره و اینو مردم میدونن، یعنی من این حرفایی که دارم میزنم خیلیش خود مردم هم میدونن. برای همینه که الان راضین، میگن آقا یه کشوری بیاد 2 بمب بزنه این آخوندا برن. یعنی به جنگ راضین، چون برای خودشون آینده بهتری رو متصورن. ولی نبودن تو شرایط جنگی، صدای آژیر خطر و چیزهای مختلف. چون اونا اگه بخوام برن که به همین راحتی، شما فکر نکنید اسرائیل با 2 بمب بزنه بره. 2 اون بزنه 2 این میزنه، 2 اون میزنه 2 این میزنه، 2 اون میزنه 3 این میزنه. یه دفعه نصف ایران، خونه طبقه بالا و پایین شما و بابای من و افراد دیگه ریخته میشه زرد، نصف کشور ویران میشه. ولی یه دیگه میگن آقا چاره ای نیست. چاره ای نیست وقتی که برای ما امکاناتی رو فراهم نمیکنن. آقا این نیل فروشان، همین که گفتن با اسماعیل، با حسن نصرالله کشته شد تو همین بمبای بتونی. این هم بگم که احتمالاً اسرائیل با یه سری از این موشک‌های سنگرشکن هم حمله بکنه. اینا هم میگم حالا داشته باشید پس ذهنتون. نیروگاه‌های نظامی و برقی و هسته‌ای میزنه. ایران گفته البته خط قرمز من این نیروهای گاهی برقی و نفتی ها. امیدوارم که ببینید اگه میخوان آخوندان برن، اینا اگه میخوان حمله هم بکنن نزنن تاسیسات نفتی و گازی ما رو، چون اونا دیگه ثروت ملیه. هر کی دیگه بخواد بیاد اونا رو تا بخوام بسازن، باز مردم تو فقر و بدبختی میرن. یه جایی رو بزنن که اما نیل فروشان برید ببینید برادرزادش یا خواهرزادش، این فامیلای نزدیک و حلقای نزدیک خودشون چجوریان. یکیشون که تور لیدر در و داف بلند میکنه میبره کویر،
قابل توجه دستگاه اطلاعاتی بدید سرچ بکنید. تو لیدر دختر مکان جور میکنن توی کویر تو چادر کارهای اداری انجام بدن. آقا اینا تو فامیلای نزدیک. بعد عشق و حال این پولا رو شما از کجا میارید؟ لان تو لابی دیگه. آقا یه ماشین میخوام وارد کشور بکنن، من و شما میتونیم بکنیم. نه این یارو میگه آقا این برادرزادش فلانیه، بریم باش کانال بزنیم، یه حرکتی بزنیم، یه پولی در بیاریم دیگه. لابی اینطوری میکنن، ثروت دست خودشونه، امثال خودشونه. شما جرأت داری تو مملکت تخم مرغ لای پات بتونی بری به سردار سپاه گیر بدی؟ اطلاعات سپاه و اطلاعات همه میان پاپیونت میکنن. چی به سپاه تو این جرأت نداری انتقاد بکنی؟ یکی تو اطلاعات شما اونجا گیر بده و اطلاعاتی، یارو اطلاعاتی میاد دهنتو سرویس میکنه، میاد 1000 تا آتو ازت در میاره که شما تو اون مملکت دیدی یه دونه اطلاعاتی رو بردارن بیان بگن آقا این اطلاعاتیه، این خیانت کرده. این سپاهی یه بار بیارید بگن آقا یه سپاهی خیانت کرده، بیان یه بار تو تلویزیونشون بگن یه اطلاعاتی خیانت کرده یا اتفاق افتاده، ولی نمیاره رسانه میگن به خاطر اینکه این اطلاعاتی از اون یکی اطلاعاتی آتو داره، اون سپاهی از اون سپاهی آتو داره. این میگه ای تو من اگه لو بدی من میگم تو فلان رانتو کردی، اون میگه ای اونجا فلان ازیت بازرسی بود برادرزادت با فلان. همدیگه هم آتو دارن. شرایط مملکت این میشه. این وسط چی میمونه؟ رعب و وحشت و ترسی که برای مردمه. میگن کنترل که نمیدازی که زارت. میگن توی جنگ ها سوار نظام ها یا اون که پیاده نظام ها جلو هن، کشته میشن. اون شاه و فیل و اسب و اینا پشت اونا همه زنده. اون سوار پیاده نظام ها کیان؟ همون مردم عادی هن که میندازن جلو. توی جنگ ها کیان مردن؟ یه سری سرباز ساده به عشق وطن. اون فرماندهی که اون پشت بود که اصلا دستور آقا اونجا برو خطو بشکن، خود اسلحه گرفتی دستت تا بوده همین بود. الان هم جنگ بشه همینه دیگه. طرف گفته بود آقا شانس شخمی ما. دیروزم تو ویدیوام گفتم من 40 سال میدیدم که ایران اسرائیل تهدید میکنه، اما زرد 2 روز دیگه میخوام بریم سربازی اینا فاز جنگ گرفتن و ما بریم اونجا اسلحه بگیریم دست. یعنی پاسخ اسرائیل قطعیه، مطمئن باشید. اما به چه روشی چه شدتی بعد به دیل ها و لابی های پشت پرده بپردازیم. ببینیم که چه دیلی کجا انجام میدن. سیاست دیگه. یعنی شما اون چیزی که تو رسانه ها میاد سخنرانی اون نیست. الان دوباره میگم آقا چیه مشکی؟ آقا من تو همه ویدیوها مشکی میپوشم. نگاه کنید دهن ما رو سرویس نکنید. کلا من مشکی رنگ عشق نه دوست دارم. آقا چی عزاداری میشه؟ ملت ما اینن دیگه. بهتر از اینم نمیشه. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید و اگه دوست داشتید برامون کامنت بذارید و نظرتون هم بگید. خیلی مخلصیم.